سلام. به این راهنمای سریع برای یادگیری یه زبان جدید خوش اومدید. فکر کن بتونی اسپانیایی رو فقط با همین یه قول ساده یاد بگیری. اینجا هدف اصلی مکالمه واقعیه، نه اون گرامرهای خشک و حوصله سربر. خب اصلا چرا اسپانیایی؟ بیایید ببینیم چرا این زبان انقدر مهمه. چون بیش از 500 میلیون نفر توی دنیا به این زبان صحبت میکنن. و اینکه اسپانیایی زبان رسمی بیش از 20 کشور دنیاست. یادگیری اسپانیایی کلی فرصت شخصی و شغلی جدید براتون باز میکنه. خب حالا بریم سراغ این که این روش دقیقاً چطور کار میکنه. اینم از نقشه راه 5 مرحله‌ای شما برای تمرین‌های روزانه. یادتون نره، مغز ما با تکرار مداوم و پیوسته یاد میگیره. شاید براتون سوال باشه که این کانال واقعاً به درد شما میخوره یا نه. جواب خیلی ساده است. این روش برای همه طراحی شده. فرقی نمیکنه کودک باشید، دانشجو، بزرگسال یا حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ. تنها چیزی که لازم دارید اینه که واقعاً بخواید شروع کنید. همین. فراموش نکنید که یادگیری یه زبان جدید کار خیلی فوق‌العاده‌ایه. پس بدون استرس از این مسیر پیشرفت آروم و پیوسته لذت ببرید. خب آماده‌اید که سفرتون رو شروع کنید؟ فقط روزی 5 دقیقه، اما هر روز. Vamos!